نوار با همکاری نشر نوین تقدیم می کند. عادتهای اتمی. نویسنده جیمز کلیر. مترجم هادی بهمنی. با خرید حق انحصاری ترجمه فارسی و همزمان با انتشار در سراسر دنیا. گوینده سامان قلیچخانی. یادداشت ناشر. یکی از اولین کنجکاوی‌های من در نشر نوین موضوع عادت‌ها بود. اینکه عادت چیست، چگونه کار می‌کند و اصلاً چرا ایجاد می‌شود. سوالات جذابی که ما را به کتاب قدرت عادت نوشته چارلز داهیگ رساند. کتاب ارزشمندی که به شکلی جذاب و گیرازی‌ربم موضوع عادت‌ها را بررسی کرده است. در انتهای کتاب بخش مختصری درباره نحوه به کار بردن این ایده‌ها در عمل وجود دارد. مطلبی بسیار مفید اما ناکافی. نبود روشی مدون و ساده شده برای ایجاد عادتهای خوب و تغییر عادتهای بد چالش اصلی ما و احتمالاً همه خوانندگان کتاب قدرت عادت در سراسر جهان بود. جیمز کلیر که زندگیش را صرف شناخت عادتها کرده است، با کتاب عادتهای اتمی جوابی درخور و شایسته به این نیاز همگانی داد. ما با افتخار با خرید حق انحصاری ترجمه فارسی کتاب و با هماهنگی جیمز کلیر و انتشارات پنگوئن اقدام به چاپ این کتاب کردیم. در انتها از همراهی شما خوانندگان عزیز قدردانی می‌کنم. تمام اشتباهات و ایراداتی را که بهمان اطلاع دادید در چاپ فعلی برطرف و کل محتوای کتاب را بازنگری کردیم. امیدوارم از شنیدن این کتاب صوتی لذت و بهره ببرید. مصطفی تورسکی. عادت. یک روتین یا رویه‌ای که به صورت منظم انجام می شود. یک پاسخ خودکار به موقعیت‌های خاص. اتمی. یک مقدار بسیار کوچک از هر چیز. یک واحد غیرقابل تجزیه از سیستم بزرگتر. 2 منبع انرژی یا توان عظیم. مقدمه. Sample complete. Ready to continue?